میدونستی که فنلاندیا توی تعطیلات تابستون آب و برق و اینترنت استفاده نمیکنن، تازه مهمون هم دعوت نمیکنن؟ بیا با هم ببینیم چطوری امکان داره. فنلاندیا تابستون که میشه با یه جدیت خاصی خودشون از جامعه انسانی فراری میدن. میرن یه جایی که اینترنت نیست، برق نیست، آب لوله کشی نیست، ولی به جاش سونا هست، طبیعت هست و از همه چیز مهمتر هیچ آدم دیگه پیدا نمیشه. تعطیلات تابستانی تو فنلاند یعنی رفتن به یک ویلای تابستانی که ممکنه توی یک جزیره کوچیک وسط یک دریاچه بزرگ باشه و تنها ساکنشون هم خودشون باشن. البته تا دلتون بخواد پشه مزاحم هم پیدا میشه. تقریبا تمام فنلاندیا برای تعطیلات تابستونیشون یک کتیج تابستونی یا همون ویلای تابستونی دارن که به زبان خودشون بهش میگن کسا مکی. کسا تو زبان فنلاندی به معنی تابستون است و مکی هم به معنی کتیج که همون ویلای تابستونی معنی میده. ویلاهای تابستونی فنلاندی همونطور که بهتون گفتم توی جزیره ها یا کنار دریاچه ها ساخته میشن. بسیار زیبا با معماری سنتی فنلاندی که نمای اونها هم غالبا چوب ترموبود یا همون SLP فنلاند هستش. از اونجایی که فنلاندیا عاشق تنهایی و گذراندن تعطیلات به صورت تنها هستن، تو خرید این ویلاهای تابستونیشون به شدت دقت میکنن و مهمترین آیتمی که در نظر میگیرن اینه که تا کیلومترها دور بر اونها هیچ گونه آدمی نه خونه داشته باشه، نه ویلا داشته باشه و نه وجود داشته باشه. اگه یه روزی یه فنلاندی شما رو دعوت کرد به ویلای تابستونیش، بدونید حتما یکی از این دوتا دلیله: یا اینکه اون دعوتنامه فیک و بهش اعتماد نکنید، یا اینکه ممکنه اون فنلاندی یک همسر ایرانی داره که بهش حسابی اصرار کرد و در نهایت تونسته قانعش بکنی که برای چند روزی مهمون داشته باشن. یادتونه گفتم فنلاندی‌ها تعطیلات تابستون رو بدون برق، اینترنت و آب لوله کشی میگذرونن؟ دلیلش اینه که این ویلاها در جاهایی ساخته میشه که اصلا کابل کشی برق یا لوله کشی آب نداره. بسیاری از این ویلاها به وسیله پنل‌های خورشیدی تونستن برق رو به داخل ویلا بیارن. یعنی ما اونجا تلویزیون، یخچال، روشنایی و هر آنچه که برق نیاز داره میتونیم داشته باشیم. ولی لطفاً توقع و انتظاری از آب نداشته باشید. تصور کنید آشپزخونه که سینک ظرفشویی داره ولی شیر آب نداره. این خیلی طبیعیه توی کاتج‌های فنلاندی. از سرویس بهداشتی بدون آبم که معمولا بیرون این ویلا ساخته میشه دیگه خیلی توقعی نداشته باشید. فقط به اون لحظه فکر کنید که بعدش میتونید از شنا کردن در یک دریاچه بسیار تمیز و پاک لذت ببرید. حالا ممکنه براتون این سوال پیش بیاد که یک خانواده نرمال فنلاندی یک ماه تعطیلات تابستانی رو توی ویلای تابستانی روی یک جزیره وسط آب چطوری میگذرونن؟ خب راستش بخوای تفریحات زیادی دارن. مثلا ماهیگیری میکنن، قایق سواری میکنن، سونا میرن. خیلی وقتا هم از کباب کردن سوسیسای فنلاندی به نام ماکارا لذت میبرن. راستی اگه یه روز یک فنلاندی رو دیدید که وسط جنگل کنار دریاچه داره سوسیس ماکارا رو کباب میکنه و با خودش حرف میزنه، بدونید که توی بهترین حالت تعطیلاتش قرار داره. لطفاً مزاحمش نشید. شاید این فقط شما باشید که میتونید تعطیلاتش رو خراب بکنید. دیگه چی دوست دارید در مورد فنلاند بدونید؟ مثلا اینکه چرا فنلاندی‌ها هیچ وقت پس‌انداز نمی‌کنن و عملاً هیچ سیوینگی در زندگیشون ندارن؟ یا چرا فنلاندی‌ها بزرگترین مصرف کننده شیر و قهوه در جهان هستن؟ نیمه شب آفتابی در فنلاند چطوری امکان داره؟ یا مولوتوف کی بود و چرا فنلاندی‌ها نوشیدنی کوکتل رو براش درست کردن و اسمش هم گذاشتن کوکتل مولوتوف؟